که اصلا قبل از تولد شخص پوتین رخ دادن تشکیل شده و بحث امروز و دیروز نیست. پوتینیسم بیشتر در تاریخ روسیه ریشه داره تا در قرن 20، چون که خاطره رهبری تزارها رو در ذهن تداعی میکنه، یا خاطره لنین به عنوان مظهر کاریزمای انقلابی و خاطره استالین تجسم وحشت گسترده انقلابی. به این واژه‌ها دقت کنید: پوتینیسم، ایدئولوژی پوتین، ایدئولوژی کرملین، ایدئولوژی روسیه. همه این واژه‌ها قابلیت جایگزینی همدیگر رو دارن و همشون از یک سری باور حمایت میکنن. اول اینکه روسیه در مقایسه با هر جامعه دیگری تمدن و فرهنگ برتری داره، و دوم اینکه این کشور دائما در خطر حملات قلدران فاسد غرب و امریکا قرار داره. یکی از عناصر الغای ترس پوتینیسم کاسبی با توهم امنیت ملیه. دسیسه‌های پوتین نماد واقعی تئوری هانا آرنته که میگه یک ایدئولوژی میتونه از طریق به کارگیری توانایی‌هاش برای بسیج مردم به اهدافش دست پیدا کنه. کرملین بحران‌هایی رو جعل میکنه که ترس رو میان شهروندانش تزریق کنه و اونها رو با تلقین فکری اسیر توهم امنیت همگانی کنه. نمونهش هم بمبگذاری